درود عرض می‌کنیم دوستان ارجمند. برنامه فضا است و باز هم ما مهمانی خانوادگی شما هستیم و شما میزبانی خوبی ما. در برنامه مهمان داریم از ولایت سوخت، از ناحیه سپیتاmen و این گروه جوانان خیلی فعالی که این حال در برنامه ما می‌بینید کارمندان بخش فرهنگی ناحیه سپیتاmen هستند با رهبری یک بانوی خیلی زیبا آباده شادی‌آور. خوش آمدید در برنامه ما. حضور شما را خیر مقدم میگویم و پیش از همه شما را مبارک میگویم که در دور جمهوری آزمون تاجیکستان وطن عزیز من یک بار صاحب 3 جایزه گردیدید. خب بیاید در اطراف همین حرف میزنیم. چگونه سپری شد؟ خب احساس چگونه است بعد از آنکه مثلا 3 جایزه را به دست آورید؟ خطا نکنم یک شاه جایزه، یک جای دوم و یک جای سوم بود. جهانی سپاس برای دعوت به برنامه فضا. سلام و درود میگم به کل تماشابینان برنامه تلویزیونی سفینه، خاص برنامه فضا و پیام و محبت صمیمانه ناحیه کل مردم ناحیه سپیتاmen ابراز می‌نمایم. طول چند روز هست که از سنه آغاز از سنه 8 نوامبر تا سنه 16 نوامبر ما در شهر دوشنبه قرار داشتیم در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی. از روی نامیناسیون هایی که طبق نظامنامه پیشنهاد گردیده بود در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من که به واسطه زیر سرپرستی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دوام 3 سال است که برگزار گردیده ایستاده است اشتراک نمودیم و خوشبختانه در برابر دیگر شهر و ناحیه های جمهوری عزیزمان از ناحیه سپیتاmen نیز نورسان و جوانان صاحب استعداد از روی نامیناسی نوازنده عنعنوی، نوازنده اکادمیکی و کامپوزیتوری فعالانه اشتراک نمودند و باعث افتخار است که یک نفر دستپروری ما صلاح‌الدین خانوف جلال‌الدین در ژانر کامپوزیتوری صاحب شاه جایزه گشتند و البته دستپروران مکتب صنعتی به نام میرزا پردایف ناحیه و مکتب موسیقی رقم 2 در نامیناسی نوازنده عنعنوی جای دوم به تردیف محمد جان و جای سوم را شریف و سیوره اشغال نمودند و در ژانر نوازندگی باشد نوازنده اکادمیک باشد بین سن سال از 12 تا 18 سالیف اکرام جان است با گرفتن دیپلم میسر گردیدند و اینچنین در ژانر نوازنده عنعنوی در سن سال 18 تا 40 که برگزار گردید یک نفر کارمند فعال تئاتر دولتی درامی ازبکی به نام شکر برهانوف ارگاشوف محمد یونس نیست فعالانه اشتراک نموده با دیپلم حکومت جمهوری تاجیکستان جهت اشتراک فعالانه سرفراز گردیدند. تشکر زیاد و میبینم که خیلی جوان هستند ولی در کار خود حرفه‌ای، در کار خود خیلی فعال و مثلا جرأت کردن و اومدن و در میان این قدر مثلا داوطلبان خیلی با قوت با داوطلبانی که واقعا هم تا دور جمهوری تلاش زیاد کردن و آمدن و در میان آنها غالب شدن من فکر میکنم یک قهرمانی است. البته چخیلی که در عرفیت میگن حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. البته نورسان صاحب استعداد ما رو آموزگاران و استادان صاحب تجربه که در ناحیه در مکتب صنعت چخیلی که من در بالا قید کردم در مکتب صنعتی به نام میرزا پردایف و مکتب موسیقی رقم 2 فعالیت میبرند بهترین متخصصان صاحب تجربه کار و فعالیت دارند و به واسطه با دستگیری همین استادان من گفته میتوانم بوی معطوف شهرت، امرقلوف بنیاد، سلطانوف مشرب و چند دیگر آموزگاران بهترینی هستند که البته نورسان و جوانان را برای جهت بلند برداشتن حس فرهنگ پرستی آنها تربیت نموده ایستادند. واقعا برای رشد کردن هر یک مثلا مطرب، برای رشد کردن هر یک آوازخوان که نورس است دستی استادان من فکر میکنم خیلی زیاد است. و حالا باز چه دستاویز آورده در برنامه ما؟ دستاویزی ما من اثرهای بهترین آماده نمودند شریف و سیوره و تردیف محمد جان. خب این آهنگی رو که عین حال پیشنهاد میکنن در آزمون پیشنهاد شده بود؟ بله. خب باشد ما گوش و هوش میشویم و موسیقی سیوره رو میشنویم. خب بفرمایید. مرحبا.
بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان ارجمند. برنامه فضا را ادامه میدهیم و خودی حاضر به برنامه ما یک نفر مهمون دیگر تشریف آوردند. عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر، روزنامه‌نگار نورالله عارف. خوش آمدید به برنامه ما و شما را برای نشر کتاب نوتان مبارکباد میگیم. مثل نانی از تنور کندگی، نانی آفتاب نامشم. خب کتابی که مجموعه شعر و داستان‌ها و روایت‌های شما در این است که در وصف وطن، مادر، عموما فراگیری تمام موضوعهای امروز جامعه است. خب بیاید اطراف همین کتاب کمی حرف زدیم. خب در این کتاب مثلا شعرهای چند وقت شما گرد آورده شده است؟ تشکر دوستی عزیز. کتاب اساساً با مناسبت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان روی چاپ را دید و این با تشبوس رئیس کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحم‌الداده عبدالله قربانعلی راستی گپ که به چاپ آمد و من از این بسیار می‌ندارم. و در این شعرهایی که در کتاب جا شدند، این در عرفه استقلالیت، برای وطن، برای عشق، محبت، برای آبادی کشور و همین گونه شعرها را در بر دارد. نام کتاب خیلی جالب است. نانی آفتاب. خب این فکر میکنم که نام یکی از شعرهای شماست، نه؟ بله، در حقیقت نانی آفتاب در دید شاعر، مخصوصا در دید من، آفتاب با مانند نان چپاتی مادر من است که از دور به چشم نمودار می شود، چون نان چپاتی مادرم. خب می شود که شعرش رو برای ما قرائت کنید؟ رویت گل گل چون نان آفتاب است، نوری که داریش دوست دورت چو یک شهاب است. به نان گرمی رویت یک عمر خسته می گشت، از درد و داغ زینهار زنجیر در پای بسته می گشت. عشقت که باطنش سوخت کرد او سفر به کویت، از صبح راز دل گفت تا شام رو بروید. در زندگی خوش هستیم با نور یار گشتی، او را همیشه مشفق او را مدار گشتی. تشکر زیاد. و من فکر میکنم که شعر همیشه تصویر است. بله. اون تصویری که ما در زندگی میبینیم و شاید که بیشتر انسان ها به آن توجه نمیکنن، ولی وقتی که به آن پرده شاعرانه داده می شود، سخن شاعرانه داده می شود، خیلی زیبا می شود. یعنی ما چیزهای عادی ترین رو وقتی که در رشته شعر تصویر میکنیم، من فکر میکنم که خیلی زیبا، خیلی دلچسب می شود و بعد از این توجه زیادتر می شود به طبیعت، به آن چیزایی که مثلا اطراف ما رو فرا گرفتن. شما در این برابره که مثلا ترانه می نویسید، شعر می نویسید و همچنین با نوشتن شعرهای کودکانه، قصه های کودکانه شروع کردید. بله. در حقیقت 2 دفتر شعرم برای کودکان، یکی با نام جانی بابا، دیگر با نام برباس من روی چاپ را دیده است و پیسندی کودکان. خب از کجا شروع شد مثلا که برای کودکان شعر نویسید؟ شاید که نبیره ها، کودکانی که اطرافش مراعات کردن اونا الهام دادن؟ در حقیقت یک وقتای استاد جمشید اسماعیلوف میخواستم برای نبیره هایش یکون شعری مناسب خوانند. از ما خواهش کردن که به همین خاطر یک شعر نوشتم. من شعر با نام جانی بابا نوشتم. بله، یک ترانه خیلی معروف. این رو راستی گفت که بسیار شعری برای او که بسیار معقول بود، در بسیاری معرکه ها میخوندن این سرود رو. از همون جانب راستی گفت و من خیلی خوش آمد که برای کودکان شعر نویسم. دنیا کودکان من فکر میکنم که به کل یک دنیای فرق کننده است، یک دنیای است که باید بیشتر واردی آن شد، بیشتر با آنها صحبت کرد، بیشتر از فضای آنها، از دید و از جهانبینی آنها آگاه شد. بله. خب برای این کارها شما مثلا با آنها بسیار سر و کار میگیرید، با کودکان بیشتر صحبت میکنید. در حقیقت شاعر مردم همچون
هنرمند باید که رفتار کند و هر موضوعی که پیش می آید همچون هنرمند باید وارد همون چیز شود. در برابر که شعری مثلا برای کودک میگویی، موضوع کودک پیش میاد همچون باید که خصلت کودک رو دانستن در کار، مناسبت کودک رو با رفتاری جدی به همین کار که مشغول میشوی. یعنی مثل کودک فکر کرد هنگام نوشتن شعر کودک. بله، شعر کودک در حقیقت که نسبت بر شعر کلانسال خیلی و فکرم که دشوارتر است، برای که با ابراز در آمدن این یک خیلی برای یعنی اون گونه باید گفت که وقتی یک کودک آن را میخواند تصور کند و در ذهن آن نشیند و وقت خواندن الکی همون منظره همون حالت رو درک نماید. واقعا باید خیلی ساده بیان بود و خیلی دقیق بیان بود و خیلی از جهان کودک واقف بود که یک شعر نوشت که به کودکان پسند آید. تشکر زیاد، خسته نباشید، باز هم صحبت میکنیم. بیاید اطراف فعالیت بخش فرهنگ کمی صحبت کنیم. خب امروز ها در چه وضع قرار دارد و من میبینم که مثلا در بخش فرهنگ شما و من در ناحیه شما توجه بیشتر به مطربان داده می شود. یعنی یکی از بخش های خیلی مهم و بخش های خیلی برجسته صنعت این هم مطربی است. یعنی وقتی که مثلا در کشورهای خارجی هر یک مطرب میتواند علاوه کنسرت خود را براه ماند و من میبینم که همین روند، همین سم در تاجیکستان روز تا روز رشد کرده ایستاده است و یکی از نمونه های برجسته‌اش، یکی از اقدام های برجسته‌اش همین آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است که برای مطربان نیز یک بخش علاوه است. یعنی مطربان میتوانند در علاوه‌دگی اثرهای خود را پیشنهاد کنند، مثلا نوازش‌های جالب خود را پیشنهاد کنند. و بعد از این سمت کمی حرف میزنیم. باعث افتخار و فرحمندی است که برابر دیگر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت، ساحه فرهنگ نیز روز به روز با توجه پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان رشد می‌نماید و خوشبختانه در ناحیه سپیتاmen نیز 20 کتابخانه فعالیت می‌برد، یک آثارخانه تاریخ کشورشناسی، 7 مؤسسه های کلوبی، یک مکتب صنعتی به نام میرزا پردیف، یک مکتب موسیقی بچگانه رقمی 2، باغ فرهنگی فراغتی و قصر فرهنگ که سال 2019 در یکی از جماعت‌های کلانترین ناحیه جماعت دهاتی کوروش قصر فرهنگی با شکوه با 500 جای نشست افتتاح یافت. البته در نزد قصر فرهنگ مرکزی انسامبل ترانه و رقص سفینه فعالیت می‌برد که به واسطه در نزد این انسامبل نورسان و جوانان صاحب استعداد، سرایندگان بهترین کار و فعالیت می‌برند و نگفته نماند که دوام سال روان دستپروران مکتب صنعتی به نام میرزا پردیف در آزمون بین المللی که طریق آنلاین در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار گردیده بود، سالیف اکرام جان که من اشتراکچی آزمون تاجیکستان و تنظیمه هستند در همین آزمون اشتراک کرده سزاوار جای دوم گشتند و اینچنین نورسان و جوانان مکتب صنعت و اینچنین مطربان انسامبل ترانه و رقص سفینه در فستیوال آزمون های سطحی جمهوری به مانند پروین و دانک نیز فعالانه اشتراک نموده ایستادند و همزمان باید قید نمایم که در ناحیه سپیتاmen تئاتر دولتی ازبکی درامای به نام شکر برهانوف فعالیت می نماید. البته با هنر و استعداد خود جمهوری تاجیکستان را معرفی نمودند. اشتراک چنین نورسان و جوانان و البته صنعتکاران ناحیه در فستیوال آزمون های سطحی هم جمهوری هم سطحی بین المللی زیاد گردیده ایستاده است و ما باز بهتر و خوبتر کوشش میکنیم که باز هم در نه تنها در سطح جمهوری و در سطح بین المللی نیز اشتراک نموده فرهنگ ملی خود را باز هم بلند برداریم و در سطح بین المللی معرفی نماییم. آفرین، خسته نباشید. و باز چی دستاویز آوردید؟ چه نوازش هست که این پیشنهادی؟ اینجا اشتراکچی آزمون جمهوری تاجیکستان و تنظیمان در ژانر نوازندگی، نوازنده عنعنوی، البته توردیف محمد جان نوازش خود را برای بینندگان پیشنهاد این همون نوازشی هست که در آزمون پیشنهاد کرده بود. بله. خب مرحبا محمد جان، بفرمایید.
محمد جان راستی چند سال داره؟ 12 سال. 12 سال. کجا تحصیل میکنند؟ در مکتب موسیقی رقم 2 استادشان شهرت بایمتوف هستند که همین اثر را آماده نمودند و در هم سطح ولایتی و هم در سطح جمهوری، البته در سطح ولایت دیگر اثر پیشنهاد گردیده بود و اشتراک نمودند و سزاوار جای دوم گشتند. واقعا هم در این سن سال مثلا سزاوار جای دوم گشتن در سطح جمهوری خیلی کاری بزرگ است و آفرین محمد جان. واقعا هم از نوازشی که عینی حال تو پیشنهاد کردی، از موسیقی که تو حالا در برنامه ما پیشنهاد کردی، ما لذت بردیم. محمد جان چه خیلی بود آمادگی در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من؟ این همه شب و روز چه حال داشتی، چه وضعیت داشتی؟ من میدونم که اون نفری که در آزمون اشتراک میکند همیشه حالت روانیش خوب نیست، همیشه نگران است، همیشه در تشویش است. بیا از اینها حرف زنیم. در یکم من این اثر قیم بود و استادم من را آموختند و من در این آزمون جای دوم گرفتم. من از این خرسندم. چه خیلی بود شب و روز آمادگی میدیدی؟ چی احساس داشتی؟ ترس داشتی؟ باور داشتی که در این آزمون تو جا میگیری؟ نه. کی به تو باوری میداد؟ کی بیشتر با تو کار میکرد؟ در خانه دستگیری میکردن تو؟ استاد. و از استادی خود خیلی راضی هستی؟ آفرین. و باور داریم که در آینده اگر همین گونه در سمت خود جدی باشی، در سمتی که پیشه کردی استوار باشی، باور داریم که یکی از بهترین مطربان، یکی از مطربان برجسته صنعت موسیقی تاجیک خواهی بود. آفرین. خب بیا درباره دیگر شاگردان حرف زنیم. البته برای اشتراک در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من شاگردان خیلی زحمت کشیدند، برابر شاگردان استادان نیز مهنت کردند. خیلی که خداشون وقتی صحبت ابراز داشته بودند، همراهی که صحبت داشتیم، در یک روز قریب 16 ساعت هم مشق کردند. آنها برای 16 ساعت وقت مصرف کردند، برای آماده نمودن یک اثر مهنت کردند، زحمت کشیدند و البته دستگیری والدین هم خیلی زیاد است در این جاده که من شاگردان ما توانستند امروز با یک سربلندی آمدیم به پایتخت و نصیب گردید که صاحب دست خالی از اینجا نمیری. نصیب گردید که صاحب جای 2 و جای 3 و البته صاحب شاه جایزه گردیدیم. خب سالهای قبلی چگونه بود؟ سالهای قبلی نیز از ناحیه شما اشتراک داشتن؟ بله. جا گرفته؟ بله، سالهای قبلی نیز ما اشتراک داشته بودیم در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من. در سطح ناحیوی 20 نفر اشتراک نموده بودند و در سطح ولایتی 9 نفر داوطلبان اشتراک کردند و به دور جمهوری 2 نفر رو خط گرفته بودند. خیلی که گفتم همین در نمیناسی کمپوزیتوری صلاح‌الدین خانف جلال‌الدین و در نمیناسی سرایندگی نوبهار شمسیه اشتراک نموده بودند در ژانر عنعنوی و سال قبلی صلاح‌الدین خانف جلال‌الدین صاحب افتخارنامه گشته بودند و شمسی و نوبهار باشه سزاوار جای 4 گشته بودند و ما کوشش کردیم که تجربه بود سالهای گذشته. البته تجربه بود، کوشش کردیم، حرکت کردیم که باز هم دوچند کار کنیم، مهنت کنیم و سزاوار جایهای بهترین گردیم. آفرین. خب تشکر زیاد به شما برار می‌خوایم و باور داریم که سالهای آینده نیز شاگردان مکتب شما در آزمون‌های هم جمهوری و چگونه که در بالا گفتیم بیرون از مرز اشتراک میکنن و هنر تاجیک را معرفی میسازن. بار دیگر همه شما را خوش آمدید میگم. استاد نورالله عارف میتوانید یک چند شعری لیریکی خود را برای ما پیشنهاد کنید؟ با من نه رحمت حق بر تو مادر که من را با هزار امید زادی، گاهی که طفل بودم گریه کردم مرا تا سیر گشتن شیر دادی. نمی دادی اگر شیرم بسیری، کسی همراهم بر حالم نمی کرد. ز چنگ مرگ و چنگ کرگس و زاغ، کسی چون تو تگ بالم نمی کرد. تو کردی زیر طیفم رستم از مرگ، پس ای مادر چرا قدرت ندانم. تو را بالاتر از جمع فرشته، شوم رسوای دو دنیا نخوانم. توی شاه پری شاه فرشته، خدا دست درازت داد شادم. بله مادر
ولی دلسوز مادر به امدادت رسیدم بر مرادم. تشکر زیاد. حضور هر یک شما را به برنامه فضا خوش آمدید میگویم. واقعا هم با حضور شما برنامه ما امروز دیگرگون شد. ما شاد شدیم که امروز با شما صحبت کردیم. خوشحال هستیم که محصول ایجاد شما را پیشنهاد بیننده کردیم. یک بار دیگر همه شما را خوش آمدید میگویم و با یک نوای دلنشین به برنامه حسنی انجام میبخشیم.
شما.